الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. از الله سبحانه وتعالى میپرسیم که به من شما اخلاص و نیت را در تمام عبادت ها نصیب گرداند. امروز حلقه ما از عقارت است، از دشنام دادن یا عقارت کردن، حکمش در اسلام. برادران و خواهران، امروزها مشاهده می شود که اکثر انسان ها با این بلای بزرگ گرفتار شده است. کسی را نبیند دشنام می دهد، عقارت می کند، حتی چنان فکر می کند که سخنهای عادی است. این عادی نیست برادران. عقارت کردن این گناهش کلان است. پرهیز کند از این خیل سخنهای بد. هیچ وقت به نفس خود اجازت ندهید که شما عقارت چی باشید یا دشنام دهنده باشید. عقارت در دین حکمش کفر است. چندین آیت ها حدیث ها است که حرام است عقارت کردن. از این پس که شنیدید که حرام است، چرا به نفس خود اجازت میدهید که زبان شما عقارت کند؟ نگذارید که عقارت از زبان شما صادر شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم با روایت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفتند: سباب المسلم فسوق و قتاله کفر، متفق علیه. در این حدیث مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که سباب المسلم، عقارت کردن مسلم فسوق است. فسوق گفتن گپ یعنی خارج شدن از طاعت الله. معنای فسوق یعنی فسوق به تمام گناه ها داخل می شود. از طاعت الله و رسول، از شریعت خارج می شد اگر وقتی که عقارت کنید. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته استند که یک نفر را دشنام دادن یا عقارت کردن این فسوق است، گناه است. و قتاله کفر، یا یک نفر مسلم را کشتن حکمش کفر است. برای من شما همین یک حدیث کفایه که آدم عاقل میتواند همین یک حدیث را به خود همچون یک دستور قبول کند. هیچ وقت به نفس خود نگذارید که عقارت کنید. در دیگر حدیث آمده است که عبدالله ابن عمرو رضی الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم يقول: ان من اکبر الكبائر والذنوب ان يسب الرجل والديه في الاسلام. قيل يا رسول الله وكيف يسب والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. ببینید این حدیث مبارکش که پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما چی میگویند؟ از کبایرها، از گناه کلان ها گفتند مردی که پدر و مادرش را عقارت میکند. یعنی پدر و مادر را عقارت کردن از گناه کلان بوده است. صحابه وقتی که این سخن را شنیدن گفتند: یا رسول الله، یک مرد چخیل پدر و مادرش را عقارت میکند؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که یک نفر شما یک نفری برادر خود را عقارت کند، دشنام دهد پدر و مادرش را، پدر و مادر او را عقارت نکرده است، بلکه پدر و مادر خودش را عقارت کرده است. ببینید اگر شما یک نفر را پدر و مادرش را عقارت کنید، دانید که پدر و مادر خودتان را عقارت کرده استید. این سخن من نیست، این سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم که ولا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیامبر صلی الله علیه و سلم عن نفس خود کم نمیزنند. هر یک سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم وحی است. در این حدیث مبارک ما رو پیامبر صلی الله علیه و سلم به راه درست تعلیم داده استند که ما از این پس یگان نفر را از نام پدر و مادرش عقارت نکنیم. حال آن که همان سخن عقارتی که به پدر و مادر یک شخص میکنیم به او نرسیده به پدر و مادر خودمون میرسیده است. برای من احتیاط کنیم. در دیگر حدیث مبارک آمده است که انا عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. سنن ترمذی، صحیح البانی. اینجا 4 تا چیز رو پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث
گفته ایستن که باید مؤمن این خیلی نباشد. لیس المؤمن، من شما دعوای مؤمنی میکنیم، من شما دعوای مسلمانی میکنیم، مسلمان که شدید تمام اقارت نکنید. خوش اسلام به داخل شدید، این اسلام استسلام است، تسلیم شدن است. تسلیم که شدید تمام نگوید اقارت رو. پیامبر صلی الله علیه و گفتن که باید مؤمن مسلمان این 4 خصلت را نداشته باشد. این 4 خصلت چی بود است؟ الطعن یعنی طعنه زدن به کلمه های بد. یک برادرتون یک نفر رو میبینید طعنه میزنید، این ممکن نبود است. ولا لعنت کردن اجازت نبود است برای مؤمن. امروز ها میشنویم که بسیار مردم لعنت میکنن. این لعنت حکمش حرام است برادران. حتی حیوان ها را لعنت کردن اجازت نه. پیامبر صلی الله علیه و یک روز در سفر رفته بودن که یک جاریه بالای شترش بسیار چیز بار کرده بود، شتر را لعنت میکند. وقتی که لعنت کرد پیامبر صلی الله علیه و شنیدن و گفتن که این شتری لعنت شده به ما نمیرود، یعنی دور کردن همین شتر را از نزد خود. تمام حیوان ها را لعنت کردن اجازت که نباشد، من باب اولا برای یک برادر خود، خواهر خود را لعنت کردن اجازت نه. چی مونده است که به اون پدر و مادران که فرزندان خود را لعنت میکنند. پرهیز باشد ای پدر و مادران، لعنت نکنید هیچ وقت. و در همین حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند که ولا الفاحش، مؤمن باید فاحش نباشد. فاحش گفتن گپ هم کلمه بعد گفتن هم عمل رو اجرا کردن، یعنی دو چیز داخل می شود فاحش. و یعنی یک عملی بد رو میکنید، فاحشی میکنید، معنای فاحشگی دارد. و یا سخنی بد میکنید، اقارت میکنید، دشنام میدهید، داخل این میشد. ولا البذی، بدی هم این معنای همین دارد که کار گناه به داخل می شود. این حدیث ها صحیح است برادران عزیز. در دیگر حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که اتدرون ما المفلس؟ اتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که آیا مفلس کیای میدونید؟ صحابه گفتند که مفلس همون شخصی که درهم ندارد یا یک متاع، یعنی بایگری پول ندارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که نه، مفلس کسی است که گفتند از امتی من. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله: ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامه بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دماء هذا وضرب هذا فيعطي هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فإن حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. صحیح مسلم آمده است. پیامبر صلی الله علیه و آله که مفلس نه اینکه پول مال دار نه، بلکه مفلس کسی است که گفتن از امتی من روز قیامت می آید با نماز و با روزه و با زکات، لیکن همین انسانی که نماز خوان است و روزه دار می دارد و زکات می دهد قد شتم هذا، یعنی اقارت کرد فلانی را، دشنام داد، اذیت داد، و قذف هذا یعنی تهمت کرد یک نفر، و اکل مال هذا مال یک کس رو بی حق خورد، خون یک نفر رو ریزون یا یک نفر رو زد بی حق، و ضرب هذا یعنی یک نفر زدید. همین چیزها که وقتی که شما روز قیامت با نماز و روزه که رفتید لیکن این کارهای بد را کردید، اقارت کردید، بعد صاحبی که شما همین کس را اقارت کردید یا زدید یا مالش را گرفتید یا خونش را ریزانیدید، از همون ثوابی که از نماز و روزه داشتگیتون را همون نفر می گرفت است. وقتی یک نفر را زدید، اقارت کردید، دادید به این کس دادید، به شما هیچ نموند، بعد از گناهی همین نفر میگیرید. ببینید این حدیث های مشهور است که احتیاط کنیم ما هیچ وقت به نفس خود اقارت کردن رو نگذاریم. اقارت کردن حکمش خیلی بزرگ است، خاصتا اقارت دین، اقارت کردن الله و رسول حکمش کفر است، کافر میشید.
حتی با شوخی، حتی نادانسته اگر حقارت کنید الله و رسول و دین رو، کافر میشد. دیگر حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة رواه مسلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم در دیگر گفتن که آدمی لعنت کننده و آدمی حقارت کننده روز قیامت شفاعت کرده نمیتواند. بعضی مؤمن ها، بعضی مسلمان ها روز قیامت میتوانند شفاعت کنند یک برادر، پدر، مادر رو، لیکن اگر از همان انسان حقارت یا لعنت رخ داده باشد شفاعت کرده نمیتواند. برای همین چقدر در این باب حدیث ها، آیت ها گویم بسیار است. آیت اندام الله گفت که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. الله گفت که هر یک لفظ، هر یک سخنی که میگوییم مراقب دارد. رقیب عتید یعنی مراقب حاضر است که ما نوشته کند. خود سخن بد میگیم، خود سخن نیک میگیم، مراقب یعنی فرشته ها می نویسند. این آیت به ما دلیل است. برای من برادران عزیز به نفس خود نگذاریم که حقارت کننده باشیم. خاصتا جوانهای امروزه خیلی خیلی حقارت میکنن. اجازت نه چی در روی انسان حقارت کنید، چی در این کامنتاریا ها یا چی در تواصل اجتماعی یعنی واتساپ و ایمو حقارت کرد نکنید. برای آنکه اگر ما حقارت کنیم به نفس خود برمیگشت. دیگر حدیث هم که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که در دیگر حدیث هم اومده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که اگر حقارت کنید به آسمان میبراید و جای نمیود به همان شخصی که خودش حقارت کرده است برمیگردد. برای همین شما ضرر به خودتون میآورید حقارت کنید، نه به نفری دیگر. برای همین احتیاط کنید، نگذارید که به نفس خود حقارت کننده باشید. از الله سبحانه و تعالی میپرسیم که ما را زبانمان را از حقارت کردن نگه دارد، از دشنام دادن نگه دارد و از لعنت کردن و از سخنهای بد نگه دارد. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.